امروز توسط نمایش باز به یک گوشه زیبای تاجیکستان سفر میکنیم. این هم باشد به دریای زرافشان. زرافشان یک از دریاهای تاجیکستان منبع اساسی پرشبی بحری ارال می باشد. دریای زرافشان دریا، دریایی است در آسیای میانه از حدود کوهستان تاجیکستان مرکزی، ولایت سوخت و ازبکستان میگذرد. مساحتش 12300 کیلومتر مربع را تشکیل داده، همگی 877 کیلومتر درازی دارد. این دریا در کوهستان ماسچو از پریخ زرافشان سرچشمه گرفته به سمت غرب حرکت میکند. در زمانهای قدیم این دریا را یونانی‌ها پولیتیمت و مردمی تهجایی سوغدرود نیز نام می‌بردند. مجرای دریا در حدود ناحیه‌های ماسچو و عینی خیلی تنگ بوده، بسیار تیز حرکت است. پس از یکجا شدن با شاخوب کلانترینش فان دریا در نزدیکی مرکز ناحیه عینی، مجرای آن نسبتاً وسیع‌تر می‌گردد. باید گفت که دریای زرافشان و وادی زرافشان از سرچشمه‌اش تا نقطه نهاییش دقت تمام سیاحان و کوهنوردان عالم را جلب کرده است. Это долина реки Зеравшан. Вот такой большой каньон. Река внизу. Ну, я думаю, мы там будем потом ниже спускаться. Мы искупаемся в этой священной горной реке, которая начинает свои. Вода течет с ледников Алая и Гисар-Алая, с горных хребтов. با برابر داخل شدن به حدود ناحیه پنجکند، دریا پررب به وادی فراخ برآمده، پهنایش تا به 1.5 کیلومتر میرسد. همگی 316 کیلومتر دریای زرافشان به قلمرو تاجیکستان منسوب است. زرافشان زیاده از 100 شاخوب‌های خرد و کلان دارد. از جمله شاخوب‌های اساسیش فان دریا، ماغیان دریا و شینگ دریا میباشند. در غرب شهری پنجکند دریا به قلمرو ازبکستان وارد شده به سمت سمرقند روان می شود و تقریباً باز 400 کیلومتر ادامه یابد. حوزه دریای زرافشان را از طرف شمال قطارکوه ترکستان و از جنوب قطارکوه حصار جدا می‌کنند. در بالا آب شاخوبش دریای فان نام یغناب را دارد. در رفت جریان از ساحل‌های چپ و راست با آن قریب 100 شاخوب چپ و راست همراه می‌شود که آنها از نشیبی‌های جنوبی قطارکوه زرافشان جاری می‌شوند. در رفت جریان همه آنها وادی‌های تنگ را حاصل می‌کنند. وادی دریای زرافشان هم در همه جای خیلی نیست. در سرگاه دریا از وادی که در گذشته پریخ حاصل شده است جاری می شود. در اکثر شاخوب‌های آن به مانند دریای فان و شاخوب آن اسکندر برای ساختن نیروگاه‌های برقی آبی موضع‌های موافق موجودند. در قسمت تاجیکستان بوده وادی زرافشان و قطقط دریا چندین موضع‌های استراحتی، تاریخی و سیاحی و ورزشی موجودند که باعث جلب سیاحان، کوهنوردان و ورزشگران گشتند. اینها پریخ زرافشان، وادی یغناب، اسکندرکول، کولهای علاوالدین، کول کلان، هفت کول، سرازم، پنجکند قدیمه و غیره میباشند. با تماشای وادی زرافشان
дарёи Зарафшон ба гузарондани машқҳои варзишӣ ҳамасола сайёҳону кӯҳнавардони зиёде меоянд.